روز 20 سپتامبر با تشبث حکومت سوریه خبرنگاران رسانه‌های غربی و از جمله ریترز از شهر دیر از-زور زیارت کردند. سربازان سوریه خبرنگاران را به میدان‌های حرب و ضرب برده پیامدی برخوردها را نشان دادند. سال روان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از شمال با حمله‌های نیروهای دموکراتی سوریه که زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا قرار دارند و از غرب با حمله‌های ارتش دولتی سوریه مواجه گشته مناطق زیادی را از دست داد. چند روز پیش ارتش سوریه محاصره 3 ساله دیر از-زور را شکسته راه را به قسمت زیر نظارت حکومت و پایگاه هوایی باز نمود. فعلا در منطقه دیر از-زور هم ارتش سوریه و هم نیروهای نیمه نظامی زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا بر ضد دولت اسلامی عملیات جداگانه پیش میبرند.